جهت مرد زمان اسلام مستقیم اجماعاً علما جهت أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي عرض سلام و ادب و احترام از ورزشگاه جهان پهلوان تختی شهر تبریز با پخش زنده دیدار تیم‌های پیکان و گسترش فولاد. همونطور که می‌دونید فرهاد کاظمی در حضورش در گسترش فولاد موفق شد گسترشی‌ها رو به نایب قهرمانی جام حذفی کشورمون برسونه و مهمترین افتخار باشگاه فرهنگی ورزشی گسترش فولاد هست، در حالی که فرصت هم از دست میدن بازیکنان آبی پوش زمین. کاظم صابر این فرصت رو از دست داد. حرکت از پیمان میری، یه بار دیگه یاران پیکان محمد رضا خرسندیا حرکت میکنه. از طریق برنامه گزارش 5 این مسابقه رو به شکل زنده و مستقیم دنبال میکنید. ضربه کارنر بایستی زده بشه، به روی انجام شده. علیرضا نیکبخت واحدی به توپ نرسید و دوباره گستره نیکبخت واحدی ضربه سرش به یاران خودی نرسید. پیمان میری دوباره توپ برمیگرده اون سمت. احسان پهلوان توپ رو در اختیار گرفته و پیکان توپ رو کنترل میکنه. یه بار که فرصت برای شوت زنی احسان پهلوان، حرکتش قشنگ بود، بازیکن مقابلش رو به زیبایی دریبل زد اما توپ رو خیلی بلند فرستاد. احسان پهلوان ارسال، فرصت برای سرزنی که پیکانی ها روح الله عبداللهی. آوانتاژ آقای صالحی، احسان پهلوان، روح الله عبداللهی. تغییر منطقه بازی برای هادی جعفری. ارسال بلند برای پهلوان و توی دروازه گل برای گسترش فولاد توسط شماره 42 احسان پهلوان. موضع حرکت‌های ریز خودش رو گرفت. حاضر در ورزشگاه که باری که صحنه رو با هم می‌بینیم که هوشمندانه در دقیقه 42 دروازه رو باز. صحنه رو از نمایی دیگر و از فاصله دورتر می‌بینیم. ارسال تماشایی، کنترل بسیار ریلکس، فضای خالی دروازه. یه بار دیگه احسان پهلوان میخواد به هم بریزه خط دفاعی پیکان رو. ارسال تو درام مارتین راول از دروازه بیرون میاد، لحظه‌ای با مشت کرد. دوباره کنترل برای گسترشی ها، کار منطقی به نظر میرسه. تا نیمه اول رو با حساب 2-1 به رختکن برن. رو بلند میفرستن برای فرج لطفی که جابجا شده. این سمت احسان پهلوان بازی میکنه، اون سمت لطفی که توپ به اونها برسه میتونه آزاردهنده باشه برای دروازه شهرام مهربان.